بهترین قصه از یک چوپان است. با دقت گوش بدهید. یک چوپان بود در یک آدمی بای چوپانی میکرد و روز صاحب مال آمد و گفت ای چوپان، من امروز میخواهم که مالهای خودم را بفروشم و دیگر سرگردان نشوم از دم مالها. و مقدار پول زیاد برآورد و به این چوپان داد. و چوپان که الله ترس که بود این سوم را قبول نکرد. هر روز کارش که 5 درهم بود همان 5 درهم را گرفت و رفت و خیلی در جستجوی کار شد و یگام کار پیدا نکرد. و در دههشون یک تاجر بود و مردم زیاد از آن دهه سوم آورده به این تاجر میدادند و این به دیگر شهرها سفر کرده و به هم دهگیهش مالها را می آورد و همه مقدار پول آورده به این تاجر سپارید، اما چوپان ماند. و چوپان در دستش 5 درهمی که بود آورده به این تاجر داد و این تاجر خندید و گفت ای مرد، تو مرا مسخره میکنی؟ این 5 درهمی تو قطع من به تو چی بیارم؟ یگام چیز وجود ندارد در 5 درهم. و چوپان خواهش کرد همین 5 درهمی مرا بگیر و با خود ببر و هر چیزی که ارزش 5 درهم باشد خریداری کن. و این تاجر در حیرت ماند از این سخن و سفر کرد و هر چیزی که به این تاجر فرموده بودند خریداری کرد و در کیسه اش سوم باقی نماند غیر ای 5 درهم چوپان. و این تاجر تمام شهر را دور زد و اما یگام چیز نیافت در 5 درهم گیرد و سفر کرد به دهه خود. و در نیمه راه یک مرد پیدا شد و در دستش یک پیشک داشت. گفت ای مرد خدا، من همین پیشک را میخواهم که بفروشم. این به من خیلی ضرر رساند، من میخواهم همین را بفروشم. تاجر گفت در چقدر عوض سوم میفروشی؟ من سوم دیگر ندارم. گفت در عوض 5 درهم میفروشم. و این تاجر در حیرت ماند که همان 5 درهم چوپان در کیسه‌اش باقی مانده بود و این پیشک را خریداری کرد و باز سفر کرد. باز در نیمی راه با یک مردم واخورد. مردم خیلی داد و وای کرده استند و این تاجر پرسید، گفت به سر شما چی بلا آمده است اینقدر داد میزنید؟ گفتند در این دهه ما خیلی موشهای زیاد پیدا شده است و به ما خلل زیاد میرساند و ما در جستجوی پیشک هستیم اما پیدا نکردیم از یگام جا. و این تاجر در حیرت ماند و گفت با در من هست ای پیشک. و این مردم گفت با چقدر عوضی که میخواهید ما او را میخریم. و گفت من این پیشک را میفروشم اما با چقدر نرخ شما خریداری میکنید؟ و مردم که بیزار شده بودن از آن موشها گفت چقدر که بخواهی ما خریداری میکنیم. و مردم گفتند با عوض کیلوی همین پیشک ما به تو کیلوی طلا میدهیم. و پیشک را بفروخت و سفر کرد آمد و مالهای مردم را همگی را تقسیم کرد. طلاها در دستش باقی ماند. گفت ای چوپان، در عوض 5 درهم تو من به تو 3 کیلو طلا آوردم. این قصه را به چوپان نقل کرد و گفت این کاری تو مرا در حیرت آورد. گفت تو کی هستی؟ و چوپان گفت من کسی نیستم. و آن تاجر گفت چرا این خیل شد؟ و چوپان گفت در وقت رفتن تو من یک دعای کرده بودم. گفتم یا الله، این 5 درهمی که از راه حلال به من دادی در این برکت بده. چوپان که حلال خور که بود الله به این چوپان برکت بداد. از همین سبب ما همه وقت باید در راه حق باشیم و در راه حلال باشیم.